نام محمد تا ابد در جان و دل ها ماندنیست، در جان و دل ها ماندنیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: همه امتیان من وارد بهشت می شوند مگر کسی که امتناع ورزد، یعنی خودداری کند و خودش داخل جنت نشود. صحابگان رضی الله عنهم اجمعین عرض کردند که ای رسول خدا، چه کسی امتناع می ورزد؟ یعنی چه کسی از در آمدن جنت خودداری می کند و خودش داخل جنت نمی شود؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس که از من اطاعت کند وارد بهشت می شود و هر کس از من نافرمانی کند در حقیقت امتناع ورزیده است و از در آمدن جنت خودداری کرده است. روایت بخاری. برادر و خواهر عزیز، آیا می خواهید داخل بهشت شوید؟ البته هر فرد مسلمان می خواهد که داخل بهشت شود، ولی فراموش نکنید که برای داخل شدن به بهشت باید اطاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم را کرد. برادر و خواهر عزیز، تو که مسلمان هستی و می خواهی داخل بهشت شوی، پس چرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را اطاعت نمی کنی؟ آیا بینمازی و بی‌حجابی، دشنام و حقارت‌های فحش گفتن، آبروی دیگران را ریختن، رسم و نوارهای فحش و بی‌حیایی پهن کردن، با لباسهای تنگ و نیم برهنه خود را به نمایش گذاشتن و مردها را بیقرار کردن، اطاعت نکردن از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیست؟ برادران و خواهران عزیز، شما با این کار خود اطاعت از شیطان میکنید، نه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. با این کردار خود از در آمدن بهشت خودداری میکنید. چرا بر جان خود ستم میکنید؟ جوان تا که چنین مدهوش و مستی، هزاران توبه کردی و شکستی، نمی آید چرا یک لحظه شرمت ز دادار و ملیک کل هستی، ز دادار و ملیک کل هستی. جوان تا کی فساد و بی نمازی، جوان تا کی شراب و لحم و بازی، گمان کردی که با پول و زر و سیم تو از پروردگارت بی نیازی، تو از پروردگارت بی نیازی.